همان گونه که هر سحر ریشا را گرفته لباس پوشیده به سوی دانشگاه برای درس برای اجرای رسالت کسبی میایم، همون گونه هر سحر با نیت حمایه دولت، ملت، ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی، امنیت ملی باید از خوب برخیزیم، زیرا اگر اونش از دست رود اینش هم در دست نمیماند. رسالت کسبی یا مسئولیت کسبی همین است که ما اگر معلمیم، معلم خوب، درس خوب میتیم، کار خوب انجام میتیم، در ساحه خود پیش برویم، یعنی که اول پیش از همه زیایی در ساحه خود باید در سطح بلند باشه. زیایی که سواد نداره، اختصاص خود خوب نمیده، او حقوقی موقع گیری هم ندارد. بنابراین رسالت اولی ما در همون اختصاص خود، در ساحه خود، در وظیفه خود، در مسئولیت خود پاک و حلال و از روی وجدان پیش رفتن اجرا کردن. ولی رسالت دوم، من فکر میکنم اکثر ما رسالت اول رو خوب میفهمیم، تمام حیاتمون رو با بخشیدیم، ولی رسالت دوم زیایی چی است؟ رسالت ملی، رسالت جمعیتی، رسالت تاریخیش این است که همزمان با رشد تخصصی و کسبی خود باید نسبتی سرنوشت ملت، سرنوشت ارزش‌های ملی، سرنوشت فرهنگ ملی، امنیت ملی و من سرنوشت دولت به تفاوت نباشد. چنین نشد که ما با تمامی وجودمان حلال درس داده استودیم، ادبیات، تاریخ، فیزیک، کاری تربیوی کرده استودیم، در بیرون در جامعه افکار جوانان مسائل ملی چی میشد؟ ما بی‌طرف باشیم. اگر ما بی‌طرف باشیم، ما بعد یک روزی در رو تق تق میکنن، میدراید میگه معلمه درس دادن تو ممکن نیست، تو باید در خانه شینی. میگه استاد فلسفه حرام است، درس تو را میبنده. برای همین اگر ما رسالت جمعیتیمون، رسالت ملیمون اجرا کرده نتونیم، موقع گیری کرده نتونیم، در نتیجه ما حتی امکان اجرای رسالت کسبیمون از دست میدیم. ببینید 140,000 نفر معلم مکتب میانه داریم، حدوداً 50,000 نفر اهل علم و تحقیق داریم، انستیتوت علمی، اکادمی ها، این دانشگاه ها، حدوداً 50,000 نفر اهل فرهنگ داریم. همین خلمش جمع کنیم 3.5 میلیون نفری است که او به کار تربیت، تعلیم، تفکر و غیر دیالوگ مشغول است. ولی صحنه اطلاعاتی حمایه منفعت‌های ملی رو ما نام به نام میشناسیم که هست، ما ممکن که 10 15 20 نام داریم تمام. او 300,000 در کجاست؟ او 300,000 موقعش چی است؟ صداش برای حمایه دولت و ملت کجاست؟ صداش در مقابل افراطگرایی و تهدیدهایی که گفتم کجاست؟ برای همین من گفتم که حتی بلندترین خوشبینانه ترین ارزیابی کنیم، همگی 1% اهل زیا انم رسالت دومش اجرا میکند. 1%. چون اگر 300,000 زیایی باشد، به معنای کسانی که مشغول در نقش زیایی یا در رسالت زیایی، همین 300,000 1%ش 3,000 نفر میشد. که 3,000 نفر زیایی فعال در همین شبکه ها یابید، یعنی 1% نیست. اگر 10%ش بیاید موقع گیری کند 30,000 نفر میشد. تصور کنید اگر 30,000 نفر براید به صحنه اطلاعاتی، به شبکه‌های اجتماعی موقع دولت و ملت رو، ارزش‌های ملی رو، منفعت‌های ملی رو حمایت کند، او 4 5 10 20 نفری که زید میبرن نامش گم شده میرد. ولی چون ما خاموشیم او میشن ستاره، ما خاموشیم او اودیتوری رو کسب میکنن. در زمینه خاموشی ما اونو میبن شهرت، میبن نفوذ. بنابراین یکی از وظیفه های بسیار مهمی ما، همه ما که در تالار رو دایجش نشستیم، همین است که همون رسالت دوم، رسالت ملی خود رو هم در برابر رسالت کسبی اجرا کنیم. همان گونه که هر سحر ریشا را گرفته لباس پوشیده به سوی دانشگاه برای درس، برای اجرای رسالت کسبی میایم، همون گونه هر سحر با نیت حمایه
دولت، ملت، ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی، امنیت ملی باید از خوب برخیزیم، زیرا اگر اونش از دست رود اینش هم در دست نمیماند. و مراجعه من چی است که در نهایت مراجعه من اگر وقتتون شد در همین فیسبوک یک مراجعه به اهل علم و فرهنگ من گذاشتم. همین دو جمله شگیم است که من گفتم که ای استاد عزیز، استادان محترم که مشغولی درسید، حلال درس میتید، مهنت میکنید، از رسالتی ملیت هم آگاه باش که وگرنه میآیند این درس از دستت میگیرن، این دانشگاه از دستت میگیرن. ما گفتیم که نه خانم های عزیز بینید همین تالار من میبینم قریب اکثرش زنها خانم ها، میگم که ای بانوانی عزیز در برابر رسالت کسبی خود از رسالت ملی و جمعیتی، از حفظ منفعت‌های ملی، امنیت، ثبات، دولت، ارزش‌های ملی غافل نباشید. میآیند دیگه از خانه حقوق برآمدن نداری، میآیند دیگه دانشگاه در خوابت میبینی، کوچه را در خوابت میبینی، پارک و مگزین و بازار در خوابت میبینی. اینو بینید کابل آمدن گفتن که اول گفت زن حقوق تحصیل ندارد، از دانشگاه بیرونش کرد. بعد گفت زن حقوق کار نداره، از جامعه بیرون کرد. بعد گفت زن حقوق به کوچه برآمدن ندارد، بر در خانه قصدش کرد. حالی آمده است میگه زن آوازش حرام است. آوازش، من فتوای آخری مفتی طالبان ببینید گفت که آواز زن حرام است. اگر در تلفن گپ میزند باید یگان لطه ماند، آوازش مردانه کرده گپ زند. انا همین به سرت میبیا. اگر گویی که به من چی دخل داره سیاست، به من چی دخل داره ملت، به من چی دخل داره جامعه. بنابراین اینجا اهل علم، اهل هنر، اهل فرهنگ باید امیر درک کنن که سخن درباره فقط یک چیزی ابسترکت با نام دولت و حکومت نمی رود. سخن درباره همین منفعت کسبی و منفعت شخصی و حیات زندگی شخصی ما میرد. اینجا دیگه سیاست نیست، این منفعت شخصی هر یک انسان در اینجا نهفته است. بنابراین من میخواستم که همین خیلی جنبست کنیم که زیایی ما در برابر رسالت کسبی، رسالت ملی خود را هم درک کند، اجرا کند. اینقدر پتانسیلی ما زیاد است که هیچ نیروی دولت را از دست ما گرفته نمیتواند. ولی اگر ما خاموش بشینیم، بی‌طرفی کنیم، رسالت خود را اجرا نکنیم، من میترسم که بعد آسیب میبینیم.